همه ما در زندگی شکست می‌خوریم، اما شکست پایان مسیر نیست. هر سقوط یک درس است و هر درس یک قدم به موفقیت نزدیک‌تر می‌کند. وقتی زمین خوردی مهم است که احساس را بپذیری و بدان که ناامیدی فقط یک لحظه است. کسانی که موفق می‌شوند همان کسانی هستند که بعد از شکست دوباره بلند شدند. هر شکست یک پیام دارد. چه چیزی اشتباه شد؟ چه چیزی را می‌توانم بهتر کنم؟ وقتی از شکست درس می‌گیری قدرت تو رشد می‌کند. شروع دوباره همیشه ممکن است، حتی وقتی همه چیز به نظر از دست رفته باشد. به خودت بگو من قوی‌تر از شکست‌هایم هستم. هر گامی که امروز برمی‌داری فردای تو را بهتر می‌کند. شروع از صفر یعنی آمادهای یک داستان جدید بسازی. اگر امروز زمین خوردی فردا بلند شو و ادامه بده. موفقیت کسانی است که هر بار دوباره شروع کردند. به کانال ما بپیوند و هر روز یک قدم به آینده بهتر بردار.